افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌ها در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. سلام شیرینکانی بیبی. انا باز وقتی افسانه خوانی رسید. امشب من به شما از کتاب افسانه های خلق تاجیک یک افسانه عجایب و غرایب ثوابجوی را میخوانم. بود نبود یک مرد بود. در عمرش یک بار هم کاری ثواب نکرده بود. یک روز در روی صوفه حولیش نشسته خود به خود گفت: من در عمرم هیچ کاری ثواب نکردم. چی خوب بود که اگر رفته کاری کنم و ثواب گیرم. به این نیت از سبلهش برآمده رفتن گرفت و به نزد یک تپه رسیده دید که یک موی سفید از اسب فرآمده، اسبش را مانده، به تپه برآمده از چشمه آب می نوشد. مرد ثوابجوی فکر کرد: این موی سفید اسبش را به حال خود گذاشت. روم آن را داشته ایستم، مبادا گریخته نرود. با همین فکر تاخته آمده لجام اسب را داشتنی بود که اسب رمیده گریخت. ثوابجوی از قفایش دوید. هر قدر که تندتر می دوید اسب همون قدر تیزتر می گریخت. وای فکر کرد که این خیلی داشته گرفتن اسب امکان ندارد. باز ایستاد. اسب هم ایستاد. آهسته از پیش اسب گذشته آن را به قفا گردانیدنی شده یک سنگ گرفته طرفی آن هوا داد. سنگ باشد به چشم اسب زد. این دم صاحب اسب رسیده آمده اسبش را داشته دید که مردک زده کور کرده است. در خشم شده از گریبان مرد گرفت و تاوان طلب کرد. ثوابجوی گفت که من یک آدمی کم بغلم، هیچ چیز ندارم که به تو تاوان دهم. این طور باشد من تو را پیش قاضی میبرم. گفته صاحب اسب او را به قاضی خانه کشید. رفته ایستاده در راه مردی را دیدن که خرش در لای لغزیده افتاده است و هر چند میکند خیزانده نمیتواند. ثوابجوی به یاری آن مردک شتافت. تاخته رفت و از دم خر برداشت که دم خر کنده شد و در دستش ماند. صاحب خر در غضب شده از گریبان ثوابجوی گرفته تاوان طلب کرد. من یک آدمی کم بغلم، هیچ چیز ندارم که به تو تاوان دهم. گفت ثوابجوی. این طور که باشد من تو را به پیش قاضی میبرم. گفت صاحب خر. دعواگران دو کس شده او را به قاضی خانه بردند. روز بیگاه شده بود. قاضی نبود. آدمان قاضی گناهکار را حبس کردند و به دعواگران گفتند که روزی دیگر آید. ثوابجوی در کنج حبسخانه نشسته فکر کرد. من تاوان داده نمیتوانم. قاضی مرا به زندان میاندازد. در زندان پوسیده میروم. باید گریخته خلاص شوم. با همین خیال به تابدان حبسخانه چسبیده برآمده پنجره تابدان را شکسته به بام گذشت. بام به بام رفته خود را به یک حولی پرتافت. در روی حولی یک موی سفید خوابیده بود. ثوابجوی به بالای او افتاد. موی سفید باشد جای به جای مرد. پسر او بیدار شده ثوابجوی را دستگیر کرد و زده زده تا روز شده نگاه داشته پگاهی به قاضی خانه برد. ثوابجوی در راه یک سنگ را از زمین برداشته به بغلش انداخت.
دو دعواگر دیگر نیز نزد در قاضیخانه انتظاری می‌کشیدند. دری نگذشته قاضی هم آمده ماند. ثوابجوی قاضی را دیده به بغل خود اشاره نموده سنگ را یک جمانده ماند. قاضی گمان کرد که این مرد یگان چیزی قیمت بها پاره آورده است. قاضی اول صاحب اسب را پرسید: تو با این آدم چی دعوا داری؟ صاحب اسب گفت: این آدم یک چشمی اسب مرا زده کور کرد. حکم کند که تاوانش را دهد. بعد قاضی ثوابجوی را پرسید. او واقعه شدگی را گفته داد. اگر واقعه این طور باشد، حکم عادلانه همین است که اسبت را به این آدم میدهی. این آدم هر وقت که تواند پول اسبت را میدهد، با آن پول اسب چشمانش صحت میخری، گفت قاضی. صاحب اسب راضی نشد. قاضی از او برای حکم قاضی را قبول نکردنش 10 تنگه جریمه گرفته از قاضیخانه بیرون کرد. پس از این قاضی پسر موی سفید را پرسید: خیر، تو چی دعوا داری؟ این مرد خود را از بام به بالای پدرم پرتافت. پدرم مرد. گفت پسر موی سفید. قاضی ثوابجوی را پرسید. او باشد حادثه شدگی را یک به یک حکایه کرد. قاضی به دعواگر روی آورده گفت: اگر واقعا همین طور باشد، این آدم در روی حولی خوابد و تو خود را از بام به بالای او پرتا. پسر موی سفید به چنین حکم راضی نشد. قاضی از او هم 10 تنگه جریمه گرفته او را جواب داد. نوبت به صاحب خر رسید. قاضی او را پرسید: خیر، تو چی دعوا داری؟ صاحب خر که این خیل انجام یافتن کار دعواگران را مشاهده می نمود فکر کرد و گفت: من هیچ دعوا ندارم. خرم همین خیل مادرزاد بدون بود. قاضی از او جریمه نگرفته جواب داد و به ثوابجوی نگاه کرده گفت: من با فایده تو حکم کرده تو را از جزای سخت خلاص کردم. کنی اکنون چیزی آوردگیت را برآورده با من ده. ثوابجوی سنگ را از بغلش برآورده نشان داد. قاضی حیران شده پرسید: تو این سنگ را جنبانده مانده با این من با تو پاره گرانبها آوردم گفتنی شده، میخواستی با این اشاره کرده مرا فریب دهی؟ میدونی کسی که قاضی را فریب دهد با جزای سخت حکم می شود، یعنی 1 عمر زندانی می شود. نه، گفت ثوابجوی، من سنگ را جنبانده با آن اشاره کردن می خواستم و به تو فهمانم که اگر به منفعت من حکم نکنی انا با این سنگ زده دندانت را می شکنم. قاضی خواست به ندیمانش فرماید که ثوابجوی را برده به زندان پرتایند. ثوابجوی به اضطراب آمده سنگ را به طرف قاضی غراند. سنگ به سر قاضی زد. قاضی بیهوش شده افتاد. ثوابجوی فرصت را غنیمت دانسته نامعلوم از قاضی خانه برآمده گریخت. خرسند بود که خود را از چنگال قاضی رهاند. اگر پیش دستی کرده قاضی را زده بیهوش نمی کرد، قاضی در واقع می فرمود که او را به زندان پرتایند. بعد خدا می داند از آنجا زنده می برآمد یا نه. پس او خود را از ظلم و اسارت خلاص کرده، یعنی از دست ظالم خلاص شد. بعد ثوابجوی از خود پرسید: آیا کسی که ظالم است می تواند قاضی باشد؟ مگر وظیفه قاضی حمایه انصاف و عدالت، حمایه جبر دیدگان و بیچارگان نیست؟ قاضی چی کار کرد؟ قانون شکست، ناحق حکم کرد. به خاطر چی؟ به خاطر پاره. این خیل قاضی رشوه‌خور و حرامخور سزاوار جزاست. فکر کرد او قاضی را جزا داد، یعنی کاری ثواب کرد، اثبات کرد که او آدم است. دل مرد یک باره روشن شد و هیچگاه به این اندازه خرسند
و از خود راضی نشده بود. زمانی گذشت و قصه ثوابجوی به گوش پیرمردی رسید که گفته بود آدم همان کس است که در عمر خود اقلاً یک بار کاری ثواب کرده باشد. پیرمرد این قصه را شنیده گفت ثواب ترین ثواب ها جزا دادن کسانی مردم آزار است. انا همین بود افسانه تربیوی ثوابجوی. السلام کنی بیبی، با شما افسانه معقول شد؟ با شما بودم بیبی افسانه گویتان براحت بانو. خوابی خوش. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتون شیرین برام